دوستانی عزیز، اکنون ما با وزن دیگر میگذاریم، با شرح مفصل در وزن تا 100 کیلو. قلماتوف پهلوانی که خلعت سفید دارد با اکراموف حالا نیرو سنجیده ایستاده است و ادامه مبارزه البته باز نشان میدهد که پهلوانان گران وزن ولایت سوخت نسبت به دیگر مسابقه های امروز زیادترند و قلماتوف در رفت تلاش و مبارزه امروزه واقعا یک سمتی را انتخاب میکند که الکی به نفع او نیست. او را هم آگاهانیدند. بسیار هم یک حرکت جالب، یک فرصت مساعدت کننده به همون عملهای جالب پرتری بود، اما باز هم در این جریان الکی ورزشگری خلعت کبوداشته این حالت رو هم تا به آخر استفاده کرده نتوانست. در خصوص اکراموف البته میسازد گفت که تحت روبری استوپیروف فریدون مشق ورزی میکند. نتیجه بخش نیست الان مبارزه هر دو پهلوان. قربانوف رجبالی انتظاری غالبی همین جفت است در وزن تا 100 کیلو. بختیار قلماتوف نماینده دوشنبه یک است. هر دو پهلوانان گران وزن حالا یگان نتیجه به دست آوردند، یگان فرصت یا لحظه مساعد و جالب رو هم منظور ما نکردند. تاسف. بعد این البته باز هم نورخانوف ابوبکر از دسته دوشنبه 2 به مرحله دوم میبراید و ابوبکر یکابیر با نعیمزاده عبدالکریم از دسته دوشنبه 2 قوه آزمایی خواهد کرد. رقابت ادامه می‌یابد. اندکی با تابلوی کناری راست توجه شد. دقیقه آخرین مبارزه پهلوانان در میدان امروز است. ناوکک سبقت‌های اولین وزن تا 100 کیلو آغاز گردید. هر دو باید مجازات شوند با این طرز گشتینگیری. بسیار هم
نگران کننده است. نو بس از آنه که وزن گران است، به هر نوع اینجا باید حرکت جدیت، بله، اندکی صورت افزایی در کار. با این طرز گشتنگیری البته پهلوان نتیجه چگونه به دست می‌آورد. ثانیه های آخرین وقتی اساسی است. اکنون با امتیاز طلایی باز هم رفته رسیدن این قوازمایی از نظر دور نیست. اینجا داور به خاطر آن اشاره کرد که حالا مته نگفته است. فکر داور بسیار هم گوشتنی خسته کننده و بسیار هم مورد مذمت و باید انا همین بحث و گفتگوهایی که باید این پهلوان اکنون چون در میدان است رسالتش حرکت، رسالتش اجرای همون وظیفه به دوش داشتهش باید باشد. شیدا با این پهلوان و در نهایت هم یک طرفه داشتن و همینطور اکراموف سرافراز به دور دوم برآمد. ابوبکر یکابیر این پهلوانی که در سال 2020 در 4 مسابقه سطح جمهوریوی نتیجه بهتر به دست آورد. در چمپیونات مملکت بین جوانان در ناحیه جبار رسولوف در دهات زرافشان برنده مدال طلا شد. در مسابقه جمهوریوی شهر کولاب هم برای دریافت جایزه سه چره برنده مدال طلا گردید. در مسابقه خوجان هم در چمپیونات مملکت در گوشینی ملی صاحب زینه اول و در چمپیونات جمهوری تاجیکستان معذرت در 3 مسابقه با شکوهی سال 2020. تهدید را برای شیرالی بازار مشق ورزی میکند. نعیمزاده عبدالکریم از دسته دوشنبه 2 است. برای این پهلوان رو ما اونقدر خوب نمیدونیم. پهلوان جوانی که خلعت سفید دارد البته برای داشتن از قسمت بالایی البته خلعت رقیب توجه میکند، اما قامتش اندک پستر است. اوی 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 ایپان حاجت به ادامه نیروسنجی نیست. پرتافت خیلی جالبی ابوبکر یکابیر. این پهلوان هم اگر ما چون توجه کنیم اصلا همون از دهه ها چون به کمال میرسند در دهات بلجوان که بیشتر هم پهلوانی رشد میکند و اکابیر هم محض در میدان های با نفوذ قبلا میدانداری میکرد و این عنعنه و فرزندان هم میراث مانده است و این سرچشمه است از همون ناحیه دوردست کوهستان بلجوان است که پهلوان امروز هم خیلی با آسانی
غلبه به دست آورد. بسیار هم سریع وقت، بسیار هم با سرعت و جالب بود نیروسنجی این پهلوان براسی. سعید رحمان بیکوف. توجه اکنون به قوازمایی نوبتی همین وزن. خلیلوف الان با خلعت سفید است. پهلوانی که خلعت سفید دارد حالا در میدان در وزن تا 100 کیلو. باز هم یک فرصتی مناسب. انورزاده امامریزا ورزشگر دسته دوشنبه 3 با خلعت کبود است. خلیلوف یک لحظه بسیار هم خود را دفاع کرد و فکر میکنم در روند مسابقات باز برایش مشکلی با اندک زیادتر خواهد شد. امامریزا قامت بلند دارد. امامریزا پهلوانی که در چمپیونات آسیا برنده مدال برنجی در میان البته قبلا این بهترین جالب ترین پرتاب بود و امامریزا در دور اول بسیار هم امکانیت خوب رو استفاده کرد و ایپان بهاگذاری شد. در باشگاه کانی گرد تمرین میکند و الچنینوف قبلا هم خال محمد طالبوف چند تن از مربیانی که واقعا هم جالبترین پرتاب در روز دوم مسابقات بود و ببینید که چگونه هلوک داخله و در سطح بلند کسبی این اصول استفاده می شود. اکنون بنابر سبب آزاد بودن باز برخی از پهلوانان امام قلوف اکنون در یک دور آزاد بود. در دور دوم این پهلوان با انورزاده امامریزا نیرو میسنجد. آیت الله قمر در یک دور آزاد بود. از این خاطر نیروسنجی رحمان منصور با مونیبوف و زر حالا به رحمان منصور نصیب گردید. رحمان منصور هم در مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان برنده مدال برنجی. این هم نتیجه شایسته است. تحت رهبری فرخ صابر رو مشق می‌ورزد. الان در دیدار اول خیلی با آسانی هم موفق گردید. نیروسنجی ورزشگران باز جریان میگیرد. عبدالرشید مونیبوف ورزشگری که اندک اشتباه کرد حالا در مقابل پهلوان جوان رحمان منصور تاب نآورد، امتیاز را از دست داد. مبارزه باز در این وزن 100 کیلو البته ادامه خواهد یافت. رحمان منصور از امر استید مته
بعد این آزمایش‌های دیگر اکنون چهار یک نهایی قوا آزمایش‌های چهار یک نهایی صورت میگیرند. منصور رحمان اندکی فارغ بالی کرد. قریب بود در این لحظه که البته فشار باز هم دوچان شود در مقابلی او در حالت پارتری، مخصوصا در همون عمل کردی منیبوف هم فعالتر شد. اندک توجه منیبوف با عملهای پارتری است. براستی منیبوف هم رجوع میکند. یک حرکت دیگر، یک حرکت دیگر، اندک یک حرکت دیگر، یک حرکت دیگر. اما اینجا برای نگاهداری توقف بود، برای نگاهداری این فرصت دریافت نتیجه منیبوف را لازم بود که بدون ایست این کار انجام دهد. حرکتش برای باز هم حالت پارتری بود اما موفق نشد. مبارزه همانا ادامه می‌یابد. منصور دقیقه آخرین را باید هوشیارانه پشت سر کند. منیبوف باشد در این روند باز هم یک توجه دیگر کرد. براسی خیلی خوب بود، خیلی خوب، هرچند که وزری از دست داده است در دقیقه اول، اما در وقتی باقی مانده خیلی خوب مسئولیت حس کرد، خیلی خوب مبارزه برد. لحظه به لحظه به هجوم میگذرد. دویمین شید را به منصور رحمان دادند. اندکی قوا اینجا منیبوف خسته حال بودنش به نظر میرسد. منیبوف یک بار دیگر رجوع میکند برای برابر کردن نتیجه کوشش دارد اما قواش کمی میکند. قواش کمی میکند. یک ثانیه دیگر فکر میکنم اکنون منصور رحمان هم بسیار خسته حال است اما اکنون همون یک وزریش کافی بود برای اشتراکش در مرحله چهار یک نهایی. منصور رحمانوف از این واخوری نتیجه دلخواه به دست آورد و در دور بعدی با آیت الله قمر قوا آزمایی خواهد کرد.
توجه میکنیم به مبارزه پهلوانان. اکراموف قربانوف و بله قربانوف رجبالی و اکراموف سرافروز حالا در واخوری 4-1 نهایی این دو پهلوان قرار دارم. برای راحت به این مرحله اکراموف در مقابل قلمتوف دست بالا شد، غلبه به دست آورد و قربانوف باشد در دور اول آزاد بود و انتظاری رقیبش بود و این فرصت هم اکنون فرا رسید. سرافروز تحت روبری اوستوپی رو مشق ورزی میکند. پهلوانی که بسیار تعجبه با جای آنه که خود عمل کند موفق باشد زیر چنگال رقیب افتاد، اما حالت پرتری نیست. سرافروز پایش رو هر چیز زودتر باید بیرون کند، وضعیت خوب رو برای نگهداری با تخت پشت فراهم سازد. آیا از عهده این کار میبراید یا نه؟ نه برآمد. قربانوف باشد کم تجربگیش باز هم معلوم میشد. ببینید این لحظه ها این فرصت هایی هستند که در رفت مسابقات باید پهلوان به همه آنها اعتبار جدی دهد. به حالت راست بودن، به استفاده عمل، به پارتر، به داشتن حریف از ابتدا تا به انتها. وزاری سرافراز اکراموف توانست که امتیاز وزاری را به دست آورد. حریف را اکنون در حالت مساوی پیدا کرد. 10 ثانیه برای سرافراز کافی است که صاحب وزری دوم گردد و بعدا وزری پون. بله دومین وزری و همین طور اکراموف با واخوری نیمه نهایی برآمد. سرافراز اکراموف در دور دوم هم ظفر یافت. بیاید ببینیم که چگونه حریفش از این حالت ها فارغ نیست. البته در روند مسابقات اما چی باید کرد؟ کم تجربگی باز کار خود را در میدان بر اعلی نشان میدهد و ادامه مسابقات دوباره ثابت می نماید که باید پهلوانان و مثلا همین ورزشگر در آینده هم مشق را بیشتر کند و رجوع به نتیجه بهتر هم داشته باشد. اما امروز در میدان برعکس. ابوبکر یکابیر چمپیون جمهوری تاجیکستان، البته در 3 نوع ورزش نمودهای گوشتین را در نظر داریم و همچنین در گوشتین ریمی یونانی هم چمپیون مملکت شده است. ابوبکر نورخانوف این پهلوان از دسته دوشنبه دوم می باشد. با خلعت سفید الان در میدان است و ابوبکر یکابیر با خلعت کبود.
дар бораи маҳорати Абубакр гуфтем. дар дидори аввал ҳам бисёр Нурхоновро бо як партофти ҷолиб сари пеш аз муҳлат шикаст дод ва сарчашмаи муваффақиятҳояшро ҳам гуфтем ки асос инҷо ҳам аз ҳамон майдонҳои гӯштини миллӣ ба вуҷуд омаданд ва дар ин раванд боз ҳам бештар таваҷҷӯҳ ба ҳунари худ дар такмил ва боз ҳам рушд ёбии ин навъи варзиш дорад. таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров тамрин мекунад ва алон ҳам хеле бо як ҷасорат ва иродаи қавӣ кӯшиш мекунад ки муваффақ бошад. албатта бо мо алон ҳамкорамон Муродалӣ Тешаев ҳамроҳанд ва боз ҳам гузориши мо аз сабқатҳои паҳлавонон инҷо идома хоҳанд ёфт. ташаккури зиёд. рӯзи дуюм аст ки аллакай дар толори варзиши манеҷ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, аниқтараш мусобиқаи январӣ мегӯянд, дар намуди гӯштини ҷудо ҷараён дорад. дӯстони азиз, ҳоло акнун дарҳол ба набарди паҳлавонон роҳ меорем. инҷо паҳлавононе ҳастанд ки ҳарду барои мардуми тоҷик ошно аст ва ҳарду ҳам ҳунари шоистаи худро борҳо дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар миқёси ҳатто байналмилалӣ ҳам нишон доданд. махсусан паҳлавони пироҳани кабудпӯшида барои ҳамагон маълум аст ки яке аз варзишгарони маҳбуби мардуми тоҷик маҳсуб мешавад. ҳоло дар ҳолати кумиката ҳарду паҳлавон ҳам набарди хуб доранд. махсусан дар ин ҷо бештар Нурхонов ҳам баръакси ҳол дури ҷустон аз рақиб маънои шудоро дорад. довари марказ ин ҳолатро назорат мебарад ва паҳлавонони бисёр ҳам умедбахш шояд ҳайати мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин паҳлавононе ки аз рӯи қадду қомат ҳам баланд ва ҳам аз рӯи радифи гӯштини хуб мегирад. мубориза идома дорад. довари марказ маҷбур мешавад ки дубора барои Нурхонов ғайри қоида доштан шидои дуюмро нишон диҳад ва ин аллакай дуюмин шидо аст барои Амир Ҳамза ва дар ҳолат як бисёр ҳолати ҳуҷуматаи хатарнок барои ҳарду паҳлавон буд, махсусан барои паҳлавони пироҳани сафедпӯшида Амир Ҳамза. Нурхонов Абубакр ду Абубакр миёни ҳамдигар мубориза мебаранд то ин ки ба қисматҳои минбаъдаи вазни то 100 кило роҳ ёбанд. на аз фосилаи дуртар аст ва бо ин шакл бар муқобили Абубакри Акобир мубориза бурдан кори мушкил аст, чунки аз рӯи тактика ва техника ҳамчунин шояд ба ин шакл бурдан мумкин аст, аммо аз қисмати физикӣ дар самти физикӣ бисёр ҳам пурқувват аст. Абубакри Акобир маълум аст ки бисёр озод гӯштин мегирад ва ҳоло хастагӣ ҳам эҳсос намешавад дар чеҳраи ӯ ва худро озод дар муқобили рақиб бо ҷасту хез нишон медиҳад. ин маънои онро дорад ки ман озод ҳастам ва мубориза мебарам то лаҳзаҳои дигар. Абубакри Акобир ҳуҷум мекунад ҳоло дар Шимеваза тариқи гиребон. бале, таслим гардид аллакай ва ин Шимеваза тариқи гиребон рақибро маҷбур кард то ӯ албатта таслим шавад ва дар ин дидор Абубакри Акобир ба қисматҳои минбаъда роҳ ёфт. ин аллакай дуюмин пирӯзии Абубакри Акобир аст ки дар муқобили рақиб мубориза мебарад.
حالا جفت نوبتی پیراهن سفید به بر میکند. جایزه‌دار و غالب مسابقات بین المللی گشتن جدو پهلوان تا 100 کیلو این انورزاده امامرضا. انورزاده امامرضا در کلوب ورزشی کانگورت تحت رهبری حالا ولادیمیر چانینوف تمرین میکند. یکی از پهلوانان 100 کیلویی بسیار هم پرقوت است. بر مقابل عبدالکریم امام قلوف مبارزه میبرد. این دو پهلوان یکدیگر را خوب میشناسند. هر دو هم در مسابقه های مختلف جمهوریوی میان یکدیگر مبارزه بردند. مخصوصا امام رضا انورزاده در چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. بسیار هم خوب دست و قامت بلند. ببینید حالا برای اوچیماته بسیار هم تکنیکای دوست داشته این پهلوان پیراهن سفید پوشیده است. در حالت بله با نزد خود سراول نزدیک آورده فاصله رو. اولین شیدو رو برای پیراهن کبود پوشیده. در حالتی اگر گوشتی نگرفتن داور مرکز نشان میدهد. سرکشی از کومیکاتا معنای شیدو رو دارد. داور مرکز اشاره هم نشان میدهد. برای عبدالرحیم امام قلوف و انورزاده باشد هجوم میکند. نوبت دیگر کومیکاتا طریقی گریبان داشتن و حالا برای آبی پیدا کردن یا کمربند پیدا کردن برای قلایتر است. اما دست هم ندادن این معنای شیدو رو دارد. اگر سرکشی از دست ندادن این معنای شیدو رو دارد. داور مرکز باید احتیاط باشد و این رو به نظر گیرد. حالا اکنون خوب آمده است. پشت پای دوباره دست کشیدن. شیدوی دویم را برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده عبدالرحیم نشون میدهند. در اصل این گشته و برگشته سرکشی کردن بنای شیدو رو دارد. برای خاطر باید بعضا حالات هجوم کرد. نوبسته از قد بلند رقیب باید همیشه هجوم کرد. این امام رضا انورزاده علاقه در کرده است که رقیب هجوم ندارد. از این خاطر پیوسته پیش میگذارد. دست و گریبان رقیب را پیدا میکند و امتیاز انا اکنون بعضا حالت پهلوانان ما از همین سبب رو با باخ میشن. شیدو و این خانسا که مکه میگویند در گشتن جدو که یعنی خارج شدن از مسابقات است. امام قلوف عبدالرحیم برای هر دو شیدو و این سیمین شیدو خانسا که مکه و همین طریق انورزاده با قسمتی منبر آمده. منصور رحمانوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده این جایزه‌دار مسابقات بین المللی قزاقستان، ازبکستان و میان نوجوانان در چمپیونات آسیا هم دستاورد دارد. پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوان میدانی این آیت الله قمر است. برای همگان معلوم است که در گشتن ملی تاجیکی بارها سرفراز شده است. مخصوصا در ناحیه مومن آباد در گشتن خلقی مؤلف جایزه بلند است. اما در مقابل رقیب جوان اما تجربه دارش مبارزه میبرد. حالا آیت الله قمر کمی از چنگال منصور خود را کنار برد. اما دوباره کنار بردن معنای شیدو را دارد. باید از این خاطر آیت الله قمر مبارزه بسیار احتیاطکارانه باشد. منصور رحمانوف باشد. یک پهلو می رود و در شیمی وضع آیت الله قمر خواست که کار را دوام دهد اما بی نتیجه است. منصور آیت الله من میدونم که آنبین اصول دوست داشته ای پهلوان پیراهن سفید پوشیده است. حالت شیمی وضع نگاه داشتن خنساک در اینجا بله حالت اسای کمی برای آیت الله قمر میسر نشد. وزاری بعضا مخلصان در اینجا دوام میکنن. در اونجا توقف بود. در حالت توقف بودن اما کمفعالی منصور هم به چشم میرسد.
آیت‌الله قمر بسیار خوب یک نوبت حرکت کرد. منصور تجربه غنی دارد میان نورسان نوجوانان، والا اکنون بار این قدم های نخستی میان بزرگسالان است. اما با این شکل والا منصور شاید برای آیت‌الله قمر اولین شوت رو دوباره مرکز نشان دهد. قبول دارد. دوباره دست و چنگل. منصور باید دست را رها کند و آیت‌الله قمر باید در حال همون اصول محبوب خود را به کار برد. توقف کنده. ببینید حالا بسیار حالت خطرناک. مثلا پهلوانان گرجی بیشتر همین اصول رو به کار میبرند، یعنی کمر داشتن و در گشتن جدا بیشتر و بهتر میان پهلوانان گرجی این اصول بسیار هم محبوب و شهرتمند آنها به حساب می رود. اما از پشت گریبان آیت‌الله قمر نداشتن، همینجا کمر باید خوب دارد. هر دو پهلوان را مخلصان زیاد دستگیری میکنند. مثلا دوباره از این کار نه، آیت‌الله قمر باید این شکل الکه اشتباه در اول بود، باید این رو اصلاح کرد و همون اصول دوست داشته خود رو به کار برد. یک شیدو برای آیت‌الله قمر نشان دادند و منصور رحمان باشد. حالا به شیدو پیش می رود. یک قدم از رقیب پیش. دست رو کشیدن و مبارزه بردن. نه، توقف نباشه. کمی دیگر باقی نمونه. حالتی اصلا کمه. نه، برآمد. آفرین. حتی شماره یک نشده بود. آیت‌الله قمر با قوای خود از چنگال رقیب برآمد. این خوب است. با یک سین و سال هم نقش بازیده میتواند. برای مگر معلوم است که آیت‌الله قمر طول سالهای زیاد در گشتن ملی هنرنمایی کرده است و الکی به این سین و سال برآمدن برای قهرمانی است. آفرین. اما برای منصور رحمان باشد دوره یا کمالات گشتنگیری است. یک حالت جالب و جذاب را آیت‌الله قمر به کار بردن بود، اما توقف کرد. یک حرکت جذاب از جانب او بود. منصور خود را بسیار خوب احتیاط کرد از این وضع مشکل. الکی در کرد. دوباره در این شکل. ببینید حالا مخلصان میگویند که در کمر نگیرد و اگر نه، یعنی اگر رفت و با آغوش گیرد، آیت‌الله قمر در این وضع بسیار هم خوب کار میکند. آیت مبارزه بر حالا دوباره داور مرکز صدا میکند. مبارزه بر آیت‌الله قمر. منصور باشد چست و چالاکانه است انجام میبرد، اما یک وزری را کار میکند. حالتی اصای کمی 10 ثانیه دیگر و همین طریق منصور الکی تسلیم میگردد آیت‌الله قمر و همین طریق منصور دوباره از جوانی خود نشان داد و در کمالات گشتین رقیب را مغلوب. اما اصلا برای آیت‌الله که در این سن و سال مبارزه میبرد با جوانان 17-18 ساله که با کمال گشتنگیری است. آفرین. منصور رحمان با انورزاده مبارزه میبرد. حالت تکرار. این وضع رو خوب دیدن ممکن است. ببینید چگونه بود. کمی بله همین نکن اولین وضع و حالت اصای کمی 10 ثانیه تا تسلیم میگردد. دیگر
خیلی جذاب. فقط گروم به قول دیگر کار کردن و آبی گرفتن، یک کمربند گرفتن به سمت دیگر پرتافتن. این افضلیت خیلی کلان دارد برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده منصور رحمان که جایزه دار مسابقات بین المللی و تسلیم گردد دیگر بس است. خب جفتی وزن می شود، وزن تا 100 کیلو. در وزن تا 100 کیلو پهلوانان نوبتی میبرند. انیقترش سعید ابراز اکرام و پهلوان پیراهن سفید پوشیده سوختی است. یادرس میشم که در آنجا فریدون شاه اوستاپیریان نشسته است. بار اول در تاریخ گشتین تاجیک از ولایت سوخ یک دسته پرقوت یا حیاتی خیلی هم زیاد تحت راهبری فریدون اوستاپیروف با اینجا حضور آوردند. اینس از آن خبر میدهد که گشتین جدا، گشتین ملی در ولایت سوخت هم رشد و رونق کرده است. مبارزه آغاز می‌یابد در وزن تا 100 کیلو. رقابت‌های نیمه نهایی اگر من اشتباه نکنم. سعید ابراز پهلوان پیراهن سفید پوشیده اکراموف. حالا سعید ابراز ببینید کمیکات بسیار هم قوی. ابوبکر اکابر باشد سمت دیگر. ببینید پشت برای پیدا کردن آب خیلی نبرد پرشور شوق. قد و قامت ابوبکر برای گرفتن از گریبان و پشت گریبان خیلی قوی است و در مقابل او باشد الکی سعید ابراز. نوبت دیگر فاصله کمی توقف میشود. دوباره در اینجا نبرد آغاز میشود. سعید ابراز باشد پیش میگذارد، ابوبکر باشد دست رها میکند و دوباره از گریبان پیدا کردن ابوبکر میسر میشود و هجوم های پیوسته. این کمیکات های پیوسته برای ابوبکر اکابر اولین شده برای پهلوان پیراهن سفید پوشیده از احتمال دور نیست. از کمیکات دست میکشد سعید ابراز. دوار در حال شیدو را نشان میدهد برای این پهلوان. سعید ابراز حالا دست پیدا کرده است و برای چی توقف میکند؟ ابوبکر خسته هم است. چند پیش از نبرد برآمده بود، یکی ابورا باز دوباره برآمدن برای کمی خستگی آورده است. برآمدن با قسمت فینالی این جفت مبارزه میبرد. ابوبکر اکابر نه کمی دورتر بر فاصله. حالتهای اشی گرومه بیشتر اشی وزه یعنی طریق پای کار کردن برای این جفت قلایتر است. خستگی در چهره این دو پهلوان به چشم می‌رسد. در اینجا یک حالت بسیار هم خطرناک برای ابوبکر اکابر بود که میتوانست این حالت حتی به امتیاز سعید ابراز انجام یابد. اکراموف پهلوان است که تحت روبری فریدون اوستاپیریان مشق ورزی میکند. در اینجا کامرانشاه اوستاپیریانی هم حضور دارد. اون نیز برای شاگردان مصلحت میدهد، مخصوصا برای شاگردان برادر. ابوبکر اکابر باشد تحت روبری شیرعلی بازاروف. در اینجا شیرعلی به چشم نمیرسد، تحت روبری او مشق میکند. ببینید حالا کمیکات بسیار هم بعد قهر و غضب از جانب هر دو پهلوان، اما این شکل برای هر دو پهلوان شیدا را دور نمیبرد، چون که باید گشتین و رامانه گشتین گرفت. در حالت کمیکات تمام نگه برای ابوبکر اکابر میسر نمیشود. اصول دوست داشته رسول باقیوف
طریق پای با پشت پرداختن میتواند که از حالت تمام نگه با شیمی وازی گذارد. نفسی آزاد چرخ میزند. حالا ابوبکر، سعید ابراز، اکراموف گشت کندن کمی کرده. شی دارد معنای شی دارد. داور باید این حالت را نظارت برد، یعنی بزرگی کندن کمی کرده داشتن این معنای شی دارد. حرکت های بی‌نتیجه از جانب ابوبکر اکبر و سعید ابراز نیز خسته شده است. این پهلوان ولایت سرخ پیراهن سفید پوشیده. ابوبکر خستگیش از کدام حساب است که نوکک از میدان برآمده بود. فاصله بسیار هم کوتاه است، از این خاطر خستگی و همین خاطر است. حالا اکنون یک حرکت از جانب سعید ابراز. نه، هنوز هم قوا برای بسندگی نکرد. ابوبکر اکبر پهلوان است که تجربه دار و میداند که کدام سم خود را کنار برد. پشت پای الکی سعید ابراز احساس کرد که ابوبکر خسته است، از این خاطر پیوسته هجوم میکند. حالت دیگر قوا بسندگی نمیکند برای این پهلوان پیراهن سفید پوشیده تا ابوبکر را پشت پای مانع شود. چهار دقیقه وقتی اساسی است. حالا وقتی طلایی فرا رسیده است. در این وقت طلایی به محدودیت آنها مبارزه میبرند، اما آنها نیز اندیشه آنها دارند که بعد از این باز هم آنها باید نبر برند. نفری که اگر غالب باید، از این خاطر باید دور و دراز نشود، چون که خستگی برای دوره های مین بعده مشکلی میبرد. دویمین شیدا را برای سعید ابراز نشان دادن، غیر قاعده داشتن، یک طرف گوشتین گرفتن. تمام نه برای پهلوانان سنگین وزن این اصول تماما به کار نمی رود. هیچ باوری نیست که پهلوان 100 کیلو را طریق پای به سمت دیگر پرتویی. باز دوباره سعید ابراز سیانگ سر کتف برای ابوبکر، اما میسر نشد. خستگی رو ببینید. اکراموف یک نوبت دیگر ولی دست را رها کرد. اکنون سوناگا وازاره سیانگ با وزر انجام یافت. همین طریق ابوبکر اکبر با قسمت فینالی راه یافت. یا منصور یا انورزاده امام رضا، یکی از این دو پهلوان رقیب قسمت فینالی ابوبکر خواهند شد.
با وجود خستگی فاصله کوتاه برآمدن ابوبکر در این دوره هم موفق شد. آفرین. همین حالت تکرار دست داخل بود و همین طریق پیروزی به سودی و جان بست شد. حالا تا لحظه که یک نفس تازه جفت دیگری تا 100 کیلو قسمت های نیمه نهایی آماده شدند. بله همین جفت اینجا پهلوانان تا 100 کیلو باید وارد میشدند. قربانوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده رقابت های تسلا بخش با امام قلوف مبارزه میبرند. اینجا نبرد میان پهلوانان تا 100 کیلو در رقابت های تسلا بخش آغاز شدند. گشتای برگشتاد داوری مرکز حالت ها را احساس میکند و شیدوی نوبتی را برای امام قلوف نشان میدهد. عبدالرحیم پهلوانی که از دست انورزاده امام رضا شکست خورد. حالا حالت عصای کمی دیگر باقی مانده بود. حالت شیوه و عزه برای قربانوف میسر می شود. قربانوف رجب علی پهلوان پیراهن سفید پوشیده. امام قلوف نبرد پهلوانان ادامه دارد. دست چپ و نمی اثر نمی شود. دو شده بحر خطر برای باخت پهلوان پیراهن کبود پوشیده. نقطرش این امام قلوف است. عبدالرحیم اشتباه خودی و حالت عصای کمی داشتن. این شکل بیشتر و بهتر رسیدن به اینجا بسیار هم کار خطرناک رو با وجود آورد. امام قلوف و خود مبتلای اصول خود گشت. همین طریق دوستان عزیز طریق اپام جمع بست شد. حالا اکنون جفت دویمی دوره نیمه نهایی آغاز می شود. دو پهلوان شناخته نکترش انورزاده امام رضا غالب و جایزه‌دار مسابقه های بین المللی نکترش جام اروپا ترکیه سال 2018 همچنین بر مقابل جایزه‌دار چمپیونات آسیای نورسان معروف منصور رحمان پهلوانی که تحت رهبری پرویز صابروف مشق ورزی میکند. امام رضا حالا با
قبلا در تحت روبری ایلچانین فولو باشد. اکنون عوضی مربی کرده است. یکی از مربیان شناخته ایرانی در تالار آرام برای امام رضا. بله، عباس نژاد برای او مشق ورزی میدهد. داور مرکز با کمال احترام هر دو را به نزد خویش دعوت میکند و برای گوشتین گرفتن آنها حجمه میگوید. بعد از چند لحظه Olikomi Kata Ardo Ato Abbas 11 سال تیم نورسان ایران را مشق داده است. حالا باعث آفرین کار در پارتر در شمی وضع. در اینجا امام رضا یک حرکت جذابی و رقیب منصور رحمان را از پای افتاند. تالار کانی گورد، تالاری که در آنجا پهلوانان نامدار مشق ورزی میکنند. امام رضا حالا اکنون دست گریبان کمیکات را بسیار هم قوی داشته است و چوست و چالاکانه اطراف رقیب جنگ میزند. اما در اینجا باشد منصور رحمان باشد میخواهد که را از مرکزی از منطقه اساسی برآورد و همین طریق اولین شیدو را برای نشان دهد. حالا کمیکات بسیار قهر و غضب پهلوانان را به وجود آورده است و امام رضا باشد اطراف میرود. تباسا از هر دو جانب. امام رضا برآمدن از منطقه زرد این معنای شیدو را دارد. در اینجا حرکت از جانب هر دو پهلوان خوب است. مخلصان اطراف خوب نظر میکنند. برآمدن از منطقه زرد شیدوی اول را به منصور رحمان نشان داد داور مرکز. دوباره نه اینجا آرام شاید آرامانه گوشتی رفته است. یگان جای مخلصان هیجان به وجود آوردن لازم نیست. آرام هر دو پهلوان شناخته هستند، تجربه دار هستند، مخصوصا میانی نورسان بارها در مقیاس آسیا و جهان برنامه کردند. آنها تجربه غنی گوشتنی جدا را دارند. حالا اکنون آستین منصور رحمان آستین خوب داشته است و امام رضا باشد کمی دورتر برود. برای آبی کمربند ندادن، خود را در حال کنار گرفت. توازه برآمدن از این منطقه بله درست است. یک بر یک حالا شماره شیدوهای دو پهلوان است. دوباره امام رضا عطا عباس با یک هیجان برای امام رضا مصلحت میدهد. غیر قاعده داشتن کومیکاتا برای منصور رحمان دویمین شیدو را داور مرکز نشان داد. حالا اکنون یک آن اکنون اینجا هفتش بسیار حالت خطرناک. ببینید پشت پای اینجا هفتش دست مهم است. اگر داخل باشد نه اینجا وضع نیست. حالا شیم وضع حالت گریبان بوغی کردن برای امام رضا میسر نشد. منصور رحمان است. از دو طرف مخلصان برای آنها مصلحت میدن. کدام شکل؟ عطا عباس منصور رحمان امام رضا هر دو پهلوان تجربه دارند.
بسیار حالتهای خطرناک بسیار حالتهای خطرناک برای این پهلوانان به وجود می آید. این نبرد بسیار هم جذاب خواهد بود. الکه این دو پهلوان دیگر را مختند. یک حرکت و ایپون. آفرین منصور رحمان دیگر یگان جوی بحث نیست. آفرین هر دو پهلوان نامدار هستند اما گوشتین است، برد و باخت است. همین است. اینجا منصور رحمان اکنون در قسمت فینالی با ابوبکر اکابر مبارزه میبرد. قسمت فینالی هم نبرد خیلی هم جذاب خواهد بود. آیت الله قمر حالا به رقیب با قسمت فینالی یعنی برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرد. بهره به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 100 کیلو امام رضا است. امام رضا هم میآید برای نبرد و الکه رجب علی قربانوف در مرکز میدان منتظر است رقیب را و حالا امام رضا میبراید. با عباس مربی جدید امام رضا مبارزه برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 100 کیلو. رجب علی قد پستر دارد. امام رضا از پشت پای لحظه و پشت رقیب را هوا دادن بود. قد بلند پهلوان پیراهن کبود پوشیده است. کان گرد ببینید حالا اوهو حتی رجب علی قربانوف نیست برای آلتشی میوازه طریق گریبان رجب علی قربانوف از روی قدم است نسبت به امام رضا انورزاده پستر میشتد. امام رضا را هجوم میکند و رقیب به شکم به زمین میرود. عباس مربی برای امام رضا مصلحت میدهد. کمیکت مستحکم حالا از مرکزی میدان برآمدن برای رجب علی قربانوف برای شدوی اول نشان دادن قبول دارد.
маротибаи дигар кумиката таваққуф аст. бубинатулло як навбати дигар ҳуҷум. бенатиҷа аст. чиро мунтазир аст Эмомризо? бояд ҳуҷум кард. анакнун дар ғазаб омад. бисёр ҳам хуб. кумикатаи хуб барои Эмомризо. Анварзода муяссар гаштааст. ҳоло ду шидо барои Раҷабалӣ Қурбонов нишон доданд. аз рӯи физика Эмомризо пурқувват аст, аммо бояд дар кумикат ҳам доштан, дар техникаи ё усули хубро нишон додан ӯ ҳам иҷро кунад. хуб медорад, аммо ҳаракат нест. учи марта як маротибаи дигар. ҳоло ҳаракатҳои ҷолиб ва ҷаззоб аз ҳар ду ҷониб. дубора се шидо ҳамин тариқ Раҷабалӣ Қурбоновро шикаст ва Эмомризои Анварзода мақоми сеюмро дар вазни то 100 кило соҳиб мешавад. баръакси ҳол дар ин ҷо лаҳзаи Комроншоҳи Устопириён рӯи навор буд. акнун ҷуфти дуюми то 100 кило барои ба даст овардани нишони биринҷи дуюм мубориза мебаранд. пироҳани сафед ба бар кардааст Оятуллои Қамар, устоди варзиш. ҳарчанд мо Оятуллоро дар гӯштинҳои миллӣ бисёр дидагим ва ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида бар муқобили рақиби хеш Саид Иброс Экромов паҳлавони суғдӣ мубориза мебарад. паҳлавони вилояти суғд таҳти роҳбарии Фаридун Устопиров машқварзӣ мекунад ва ҳоло доштан шакли нодуруст барои ӯ аввалин шидо нишон медиҳад довари марказ. Оятуллои Қамар кумиката мекунад. Саид Иброз Икромов бошад. канор беравад. дар ҳолати кумиката ҳарду ҳам қадар фаъол нестанд. Саид Иброз қувва намерасад барои Томе Наге. Оятуллои Қамар дар мусобиқаҳои анамин усули дӯстдоштаи Оятуллои Қамар аст.
اگر همین اصول آید بسیار 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 خوب هنر نمایی میکند. حالا شیدای دوم برای آیت الله قمر نشان داد داور مرکز. باید فاصله را دور میگیرد. سعید ابراز اکراموف شیدا و همین طریق نشان برنجی وزن تا 100 کیلو برای سعید ابراز اکراموف پهلوان از ولایت مختار از ولایت سوم معذرت میخوام و فریدون استاپیر فالا شاگرد را گوش میگیرد. حالت تکرار را ببینید. در اینجا آیت الله قمر بسیار هم یک اصول معروف خود را دارد اما متاسفانه از اجرای اصول نآمد. با قبل دیگر میگویند که نآمد. اکنون قسمت فینالی دو پهلوان امید بخش تاجیک، دو پهلوانی که هر دو هم نوجوان اگر بگویم خطا نمیکنیم، دو پهلوانی که در مسابقه های گشتن ملی، گشتن جدا، گشتن سامبو، حتی در گشتن یونان و رومی هم گشتن میگیرند. یعنی دو چهره که نو پیدا گردیدند، دو چهره که میان بزرگسالان جدید هستند. حالت تکرار رو محمد عبدالرحمانوف همین داور ولایت سوخت رو با خاطر که به طرف داری، چون که این مسابقه جمهوری است، این پهلوانانی هستند که در آینده میتوانند که شان و شرف کشور ما رو بلند بردارند. این پهلوانان امید بخش پیراهن سفید به بر کرده است. ابوبکر اکابر بر مقابل منصور رحمانوف مبارزه میبرد، با پیراهن کبود گشتین میگیرد. داور از ولایت سوخت هر دو را به طرف نظارت میبرد. اکنون بختیار طریق دستان جفت را با هم نزدیک می آورد و مبارزه را آغاز می شود. حجم منصور ابوبکر، تلاش‌های ابوبکر رها شدن از این، حالا کمیکات از جانب ابوبکر. منصور رحمان نه، حالت شیمی وزن نمی شود. ابوبکر منصور دو پهلوان نوجوانند، چهره های جدید گشتنی جدا هستند. مخلصان از هر دو جانب برای کمیکات عطا گرفتن، برای هم مصلحت میدهند. حالا فقط کمیکات کندن است و هجوم ابوبکر منصور دور رفته است. ابوبکر نزدیکتر بالا ببینید، کمیکات های مستقیم و قوی سر کت نشستند برای ابوبکر اکابر. یک تحت روبروی شیرعلی بزرگ و دیگر تحت روبروی فاروق صوبرов تمرین میکند. دوباره کمیکات بسیار هم قوی از جانب هر دو پهلوان برای کمیکات کندن. حالا شیدو رو فقط داور حقوق دارد برای دیدن. حالا گشتین است. بعضی از گروه ها مخلصان میخواهند که با کسی از شیدو دیان، نه اینجا حالا گشتین برابر است. منصور رحمان، ابوبکر
чимата баракси ҳол мешавад. як навбати дигар ҳаракат аз ҷониби Абубакр буд, аммо бенатиҷа аст. вақт ҳоло қисмате аз вақти асосӣ боқӣ мондааст. бубинед Мансур Раҳмон Абубакр аз самти дигар мегузарад. гиребон баровардан барои Мансур Раҳмон аввалин шидоро довар нишон дод. ҳоло дубора акнун ҳар ду ҳам дар куми катаб мустаҳкам. як навбати дигар ҳаракат аз ҷониби Мансур. Абубакр бошад дар дифоъ аст. як пур қова намерасад то ин ки дастро равон накунад. бубинед мухлисон, Шералӣ Бозоров дар ин ҷо рӯйнавор аст. барои Абубакри Якубир маслиҳат медиҳад. Мансур ҳоло рақибро мехоҳад аз маркази майдон берун кунад ва Абубакри Якубир бошад дар рӯбарӯю қавӣ истодааст. ду паҳлавони умедбахшанд. бигзор аз миёни паҳлавонон ягон қаҳрамон кардан ҳар ду ҳам умедбахшанд. ҳар ду хуб гӯштин мегиранд. ҳоло барои гӯштин нагирифтан ҳар ду паҳлавонро шидо доданд. аммо шумораи шидоҳои Мансур 2 аст ва Абубакр бо як шидо. як ҳолати хеле ҳам хатарнок. ҳолати хатарнок. дубора дасту гиребони паҳлавонон рафтанд. ҳолати асай комина мешавад дар шуми ваза. мухлисон аз ҳама ҷониб ба хотири ин ду паҳлавони умедбахш садо баланд мекунанд. Мансур Раҳмон, Абубакр Якубир. голденско ҳам наздик мешавад. ҳоло ипон Мансур Раҳмон дар ин ҷо рақибро ба тахта пӯш мефонад. Абубакр Якубир иштибоҳ кард ва ин иштибоҳро ба тахта пӯш овард. ин варзиш аст, бурду бохт ҳамин аст. ин дӯстӣ аст. бубинед ҳоло дӯстӣ аст ба хотире ки ҳар ду ҳам онари шоиста доранд. аммо Мансур Раҳмон идо бахташ барор кард. ман асан барои Абубакри Якубир ва ҳам Мансур Раҳмон ду паҳлавон. бубинед иштибоҳи оҷо ва ин партофт ипон ба огузорӣ шуд. чимат аввал буд ва баъдан пушти пой ба самти дигар бурд ва ҳамин тариқ нишони тилло барои Мансур Раҳмон. Абубакри Якубир дар мақоми дуюм қарор гирифт ва ҳамчунин дӯстони азиз вазни то 100 кило бо ҳамин набард акнун ҷамъбаст мешавад. вазни ниҳоӣ, вазни аз ҳама баланд, вазни ҷамъи 100 кило.